راهبران ساحه کشاورزی ولایت سوغد در نشست خبری کار دهقانان را تنقید کردند. آنها گفتند برخلاف برنامه حکومتی که دهقانان را به کاشتن پخته در 65% زمین‌هایشان وظیفه‌دار می‌کند، بعضی از کشاورزان سال گذشته زراعت دلخواه خود را پرورش کردند. امسال وضع دیگر است و کشت پخته بیشتر شده است. یگان کس عیب خودش نمیگه. برای که دهقانم کشتی سوکتوری کشتیش کمتر ویران کرده بود. با جایی 1 هکتار به همش به نه 10 سوت پخته و نه یگان چیز دیگه همش به بیده کاشته بود. کار آسانی کار مغامبر میباشد. برای همین ما امسال تصمیم گرفتیم که در جایش کارهای فرماندهی گذرانده شده. حقیقتا ما نسبت سال گذشته 7335 هکتار کشتی پخته زیاد کردیم. بهار امسال چند از دهقانان در شمال تاجیکستان از آن شکوه داشتند که مقامات بعد کاشتن تخمی‌های بیده و سبزوات آنها را برای کشتی پخته مجبور می‌کنند. مسئولان اداره کشاورزی به آنها گفتند کشتی پخته کم شده است و این به اقتصاد مملکت ضرر می‌رساند. اما ادعای دهقانان این است که سالهای پیش از پخته فایده کم دیدند. محمود قربانوف تقریباً 1.5 هکتار زمین دارد. سالهای گذشته پخته میکاش ولی امسال برای کشتکردان یا دم دادن زمین در آن بیده کاریده بود. بر وقت خبر ندادند که مثال من همین قدر زمین وای کارید پخته کارید. باید که از ماهای من این فوریه یا که ینور خبر میدادن ما میفهمیدیم. خب پخته میکشتیم مثال 50 ساعت 60 ساعت پخته میکشتیم. موندگیش با یگان مسئولات دیگر میکشتیم. الان ما اونجا کشته شدیم. امروز اومده ما رو مجبور کردید سعودیان که شما کشتی کردگی رو میشکنید در جای وای پخته میکارید. حال اون که من برای وای 6-7 هزار سوم صرف کردیم. کشاورزان ناحیه مسجح میگویند این حالت بسیار از دهقانها را نگران کرده است، زیرا سالهای گذشته از زمین پخته‌زار حاصلی مناسب یا از پخته به دست آمده فایده درست نگرفتند. اگر از یک جهت نرخ پخته در بیرژه جهانی پایین رفته باشد، از جانب دیگر کمابی نشونمای پخته را سست کرده بود. ولی حالا مسئولان اداره آبیاری میگویند که امسال باید دهقانان حاصل خوب بگیرند، زیرا وضع آبیاری بهتر شده است. تأثیری این کاری کمیسی بین دولتی این همکاری دو جانبه بین اینها مساعدت کرد. لیکن نگفته نماند که امسال یکی از سالهایی که نسبتاً به سالهای دیگر سیراب هم دایره قجب قرقار هم اسفره هم اقصور امسال نسبت گذشته آب از سال گذشته زیاد. در همین حال میزراب امیربیکوف کارشناس مسائل کشاورزی میگوید که دهقانان را به حال تنگ آوردن لازم نیست. باید در زمین‌هایشان کشتکردان کنند تا حالتش را خوب ساخته از هر گونه بیماری‌ها نگه دارند. در صورت دخالت حقوق‌های آنها نقض کرده می‌شود. باید وزارت کشاورزی و دیگر ساختارهای مربوط به آن برعکس دهقانان را حمایت کنند و کمک رسان کشاورز و صاحبکار ساحه باشند. ما باید کوشش نکنیم که ما در مسئله نرخ پیش رویم. ما در مسئله تامین بازار، امنیت قومی و به خطر غذا کوشش کنیم که هم نام داشته باشیم، هم زراعت تکنیکی، هم گیر نخ، هم لباس. امروز خواجگی دهقانی است. خواجگی دهقانی صاحبکاری است و آزاد است. هر یک صاحبکار برای فایده کوشش میکنه، باید فایده گیرد و به فایده کار نمیکنه. ولی با این وجود دیگر کارشناسان ساحه اظهار می‌دارند که باید جانب‌ها طبق تحلیل‌ها علاج کار را یابند. برای مثال به خاطر حل کشت زیاد پخته زمین‌های بیکار خوابیده را آبیاری نموده حاصل ده سازند. توجه مقامات ولایت سوغد به کشت پخته بعد از آن زیاد شد که رئیس جمهور امانی رحمان از کم شدن میدان کشت پخته در شمال کشور نگرانی کرد. پرزیدنت گفت سال گذشته در ولایت سوغد 9000 هکتار کمتر پخته کشت شده است. پخته یا پنبه از بخش‌های اساسی اقتصاد تاجیکستان است که پس از آلومینیوم ارز خارجی بیشتر را به کشور وارد می‌کند. فرزا محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.